سلام. کرفیله کردن یکی از تکنیک‌های هنر خیاطیه. توی این روش شما بیس کار رو از قبل آماده کردین، یعنی آستر لباستون رو از قبل دوختین و آمادهش کردین، روی مانکن جانماییش میکنید و با استفاده از اون تور، گیپور و دانتلی که دارید این لباس رو دیزاین میکنید. روش‌های مختلفی برای کرفیله کردن وجود داره، اما بهترین روش اون روشی هست که شما زمانی که کارتون تموم میشه هیچ رج دوخت و برش قیچی روی اون گیپور و دانتلتون که کاور شده روی لباس اصلیتون هست دیده نشه و میتونید از اتوهای بخاری که دارید برای کشسانی و قالبگیری اون تور و دانتلتون روی بیس کارتون استفاده کنید. همونطور که میبینید من این کرفیله رو روی این مدل بدون هیچ برش قیچی انجام دادم و به این تمیزی در اومده.